به خدا یک دختر محصل آمد برای من گفت استاد شما ملا همیشه در قسمت زنا گپ میزنین، لعنت خدا سر شویم، لعنت خدا سر مردی که برای من میگه که قولای تلج کده پیرانه ها روسید. پس چرا نمیگی که لعنت خدا سر از او شویی که برای خانم خود چادر گاچ و آستین و گاچ جور میکنه و او برش میخره و باز میاره بر از او میمانه و مجبورش میسازه. میگه خوارخونده من میگه که شوهر جان ما میخوایم که لباس درست بپوشم، نمیخوایم قولایم لج شود. شوهرش میگه که نه باید قولای لج کنی. پس او شاگرد گفت که استاد شما در مسجد دعا کنین که لعنت خدا سر از اون مرده که زن خدا به معصیت خدا تشویق میکنه و مجبور میسازش که گناه بکنه. لعنت خدا به اون مرده که زن خدا در مقابل تلویزیون و کامera قرار میده که تا دیگران او را عکاسی بکنه و فیلمایش به نامحرم ها ببره. این نفر در روز قیامت در جمله دوس‌ها حساب میشه و در جمله دوس‌ها حشر میشه و از زیر بیرق پیغمبر صلی الله علیه و سلم رانده میشه. آیا ما و شما به امر اولوالامر و علمامون هستیم یا نیستیم؟ آیا ما و شما سربازان بدون مرخصی جان برکف ایثارگر خستگی ناپذیر فداکار هستیم یا نیستیم؟ با 4 رکعت نماز خوندن که دنیا متحول نمی شود، با عبادت فردی که تحول ایجاد نمی شود. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. باید خارج بشویم، باید حرکت بکنیم، باید داعی بشویم، باید مبلغ بشویم، اما با ابزار نه بدون ابزار. بدون ابزار نمی شود. ابزار رو باید به کار گرفت. ابزار زمان سرعتی را باید به کار گرفت. ما در عصر سرعت زندگی می کنیم، نباید از ابزار کند استفاده بکنیم. با همون ابزار سرعتی که اونا به غزو و جنگ و تهاجم فکری ما می آیند و در کوتاهترین مدت ما را خام می کنند، روشنفکران ما را خام می کنند، جوانا و تحصیل کرده ما را تهی می کنند، سرمایه های ما را به یغما میبرند. ما هم باید از ابزار سرعت در عصر سرعت استفاده بکنیم. خدا میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. قوم پرستا ضد آیت قرآن شعار میده. پشتونای قوم پرست میگن که پشتون بهتر است، تاجیکای قوم پرست میگن که تاجیک بهتر است، نمیگن که با تقوا بهتر است. ازبکای قوم پرست میگن که ازبک بهتر است. ان اکرمکم عند الله ازبککم میگن و هزاره میگه که ان اکرمکم عند الله هزارتکم. خدا میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به اینکه صحیح مسلمان شویم، به اینکه عقیده اسلامی درست داشته باشیم. ما حاصلیم، ما استادای پانتون کابل، با اینکه این وطن ما و شما دیگه جور شوه، با اینکه وطن خود به خاطر خدا کار بکنیم، به یک راه را در به خاطر وطن خود ما کار بکنیم تا که دست خود به این و او به خدا خانه گدایگر جور باشه. کدام گدایگر خانه لوکس دار سیل کنین و گدایی وطن جور میشه که از رئیس جمهور گرفته تا عضو پارلمان کل ما گدایی میکنیم. شرم است. خود ما جور کنیم. باید وطن خدا، باید استقلال خدا داشته باشیم، باید قوت خدا داشته باشیم، باید ایمان خدا داشته باشیم. و چه قسم میتونیم که استقلال داشته باشیم؟ چه قسم میتونیم ایمان داشته باشیم؟ چه قسم میتونیم مسلمان درست باشیم؟ وقتی که مثل یک برادر زندگی بکنیم. به خدا که لا اله الا الله ما و شما را جمع نکنه، هیچ چیزی دیگه جمع کردن نمیتونه. یگانه چیزی که ما و شما را میتونه جمع کنه لا اله الا الله و محمد رسول الله. اونهایی که میگن ما خودمون سیریم، ما خودمون که کاملیم، ما خودمون که مشکلی نداریم، جامعه به جهنم، اونها هدایت کامل نشدن حتی اگر در نماز صبح شرکت میکنه. اونهایی که کاری به خیر و شر جامعه ندارن، اگر پیشانیش تو نماز صبح هم به زمین میماله در نماز صبح که نفاق نیست، اون هدایت کامل نشده. هدایت کامل این که دو صفت امر به معروف و نهی از منکر را در انسان ایجاد بکنه. هر کسی بعد از هدایت شدنش در خودش حس خیرخواهی و حس بیداری برای امت اسلامی احساس کرد و این دو صفت درش تحقق پیدا کرد، امر به معروف و نهی از منکر، برای جامعه حرکت کرد،
اون بداند که هدایت کامل شده. به قول شاعر میگه، اگر شاعر اردو زبان، البته من اردو بلد نیستم، میگه اگر اظهار استبداد کی معنی بغاوت ہے، اگر بیزاری بیداد کی معنی بغاوت ہے، اگر آگ فطرت آزاد کی معنی بغاوت ہے، تو پھر میں ایک باغو ہوں میرا مذہب بغاوت ہے. میگه اگر مبارزه با ظلم و استبداد اسمش تروریسته، اگر دفاعی از کیان و ناموس و شرف مسلمانان اسمش ترور و بغاوته، اگر فاش کردن جنایت های آمریکایی ها اسمش بغاوت و تروره، اگر مبارزه با جانیان و دجالان و پس فطرتان دنیا اسمش ترور و جنایته، پس دنیا بفهمه که من یک تروریستم و مذهبم هم تروره و به این تروریست بودن افتخار میکنی. اگر اون تروریستی که شما دارید معرفی میکنید رسول خدا رو ارهابی معرفی میکنید، ما واقعا تروریستیم. عزیزی که مخالفت میکنی با این برنامه از خدا بترسه، حالا چه عالمی، چه تاجری، چه امام مسجدی، چه هر کاری که هستی، دشمنو خوشحال نکن، از خدا بترس. تو که از این مراسم خدایی انتقاد میکنی، از خدا انتقاد میکنی. تو که نمیگذاری مسلمان ها جون بگیرن، نمیشه که نامت مسلمان گذاشت. آیا مسلمانی باشه که رو به قبله بیسته 5 وقت مخالف با برنامه خدا و رسول خدا باشه؟ فردای قیامت چه جواب داری؟ وقتی کفن از تنت میفته و لخت مادرزاد در صحرای محشر از قبر بلند میشی، هیچ پارچی و لباسی بر تن نیست، لخت مادرزاد، زن و مرد مثل مور و ملخ. فردای قیامت خیلی دوره نه نزدیکه. مردی قیامتت برپا شد، جوابو چی داری؟ هر حرفی میخوایی بزنید، هر عملی انجام بدید، هر نگاهی بکنید، هر چیزی بشنوید، هر چیزی تو این شکمت بریزید، هر گامی بردارید، هر لبخندی بزنید، هر اشکی بچکونید، اول جوابشو آماده بکن، بعد اقدام بکن. عاقبت سنجی بکن، عاقبت بینی بکن. این کاری که من میخوام بکنم خدا و رسول خدا خوشش میاد. بنان دشمن یک کار شروع کرده فعلا و ما به مو اشاره میکنم عزیز، دشمن ما شما رو به دیگه چیز از بین برده نمیتونه، با یک چند کلمه های قلابی است که ما تو رو از بین میبرد و او کلمه دموکراسی و تمدن و جامعه مدنی و چی و چی را که عنوان کرده. ولی یک چیزی که ما مستقیما و یا غیر مستقیما در او داخل شدیم، نافهم و یا فهمیده، اون مسئله تفرق ما شماست به احزاب و به زبان و به قوم و به نژاد و به سمت و به احزاب. اینی موضوع است که ما شما را تکه تکه ساخته. شما میبینید دقیق شوین یک بار به این موضوع. کشور ما در حالت است که تو میفهمی که هیچ کس صلاحیت نداره، از رئیس جمهور تا آخرین هیچ کس صلاحیت خود را ندارد. در این تو وحده چی میگید؟ پوانتون بگویم، دانشگاه بگویم. او با دانشگاه مظاهره میکنه، دیگهش با پوانتون مظاهره میکنه. و پیامبر علیه السلام چی میفرماید؟ اترک هذه النتن، این مسائل بدگوی ترک بکو که از این خیر نمیآید. دیگه جا میفرماید که من دعا الی العصبیه فلیس منی، هر کسی که به عصبیت دعوت میکنه از ما نیست. ولی اگر ما مسلمان هستیم، خدا ای تو یک دینی هستیم که در اوج عرب، عجم، هر کس در اوج جای دارد و وسیله برتریش تقوایش است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بنان با صراحت میگم، هر کسی که به سمت و به نژاد و به قبیله و به زبان دعوت میکنه مسلمان نیست، ولو که در اینجا مسجد آمده باشه و نماز بخواند. به آسایش مکن زلف خود از روسری بیرون مریز، در مسیر چشمها افسون مریز. یاد کن از آتش روز معاد، جلوه گیسو مره در دست باد. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، کودک نیستی بزرگ شدی. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، فاشتر گویم عروسک نیستی.
خواهر من این لباس تنگ چیست؟ پوشش چسبان و رنگارنگ چیست؟ خواهرم این قدر تنازی مکن، با اصول شرع لجبازی مکن. خواهرم ای عاشق دین مبین، یک نظر ازواج پیغمبر ببین، یک لحظه به ازواج پیغمبر نگاه بکن. متاسفانه امروز این مسائل نیست سروران عزیز. جوانان را بذار به جای خودش که امروز پیرزنها برداشتن. آی مردم این بدبختی را به کجا ببریم؟ قدیم شنیدون عشق پیری گر بجنبد سر به شیدایی زند، ولی امروز دیدیم پیرزنی که بالاخره آفتاب عمرش بر لب بام رسیده و برف پیری سراسر وجودش را فرا گرفته، میاد آرایش میکنه خودش را. لب و دهانی که امتدادش از مشرق تا مغرب صورتش رو گرفته، میاد اون آروماتیک میزنه. چشمان از حلق بیرون آمدهش را مداد چشم میکنه. پشت چشمانش مثل چشمان بلا نسبت قورباغه سبز میکنه. صباح الخير يا بلادي يا وردي نورت نيسان. صباح الخير لجروحك يا دمك زين الحيطان. صباح الخير يا بلادي يا وردي نورت نيسان. صباح الخير لجروحك يا دمك زين الحيطان. صباح الخير للشارع وحارة ومدرسة وجامع. صباح الخير للشارع وحارة ومدرسة وجامع. صباح الخير للطالع يواجه قوة الطغيان. صباح الخير لعيونك يا عيني. صباح النصر يلي اسمك فلسطيني. صباح الخير لعيونك يا عيني. صباح النصر يلي اسمك فلسطيني. صباح المجد يلي انت إلو عنوان. صباح الجرح من صبرة ومن قانا. صباح الصبر عالغربة ومن فانا. صباح الجرح من صبرة ومن قانا. صباح الصبر عالغربة ومن فانا. صباح العودة حتما يا فما القانا. حتما حيفما القانا.